امروز میانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم رجب طیب اردوغان به مناسبت 30مین سالگرد برپا نمودن رابطه‌های دیپلماتی دو کشور مبادله برخیه‌های تبریکی به عمل آمد. در برخیه تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به عنوان پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم رجب طیب اردوغان آمده است. جناب عالی، دوست گرامی، لطفاً تبریکات صمیمی و تمنیات نیک این جانب را به مناسبت 30 سالگی استقرار رابطه‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه بپذیرید. طی سالهای سپری شده مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند میان تاجیکستان و ترکیه زینه به زینه رشد یافته، امروز دایره وسیع شریکی بین دولتی را در عرصه‌های گوناگون مورد منفعت‌های اصلی مردمان دو جانب در بر می‌گیرند. ما از سطح و محتوای کنونی رابطه‌های فراگیر کشورهایمان که بر پایه ارزش‌های مشترک تمدنی، تاریخی و اصول‌های همدیگر فهمی، احترام یکدیگر و اعتماد اساس یافتند، غایت قناعتمندی خود را اظهار می‌کنیم. اطمینان کامل دارم که با عزم قوی و جد و جهد عملی یکجایه مناسبت‌های دو کشور من بعد هم به طور روزافزون رشد یافته، پهنای صفتا نوی همکاری را کسب خواهند کرد. تاجیکستان علاقمند تقویت این روند بوده آماده است تا در این جهت تدبیرهای لازمه اندیشد. با شما جناب پرزیدنت صحتمندی کامل و سعادت و کامیابی‌های نوین به مردم برادر ترکیه صلح و ثبات، آسوده حالی و پیشرفت و شکوفایی به میلان آرزومندم. در برقیه تبریکی پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم رجب طیب اردوغان به عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چنین گفته شده است: محترم جناب عالی، دوست عزیز، به مناسبت 30مین سالگرد استقرار روابط دیپلماتی بین کشورهایمان جناب عالی و مردم تاجیکستان را از نام خود و از نام ملتم صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. ما از آن خوشنودیم که کشور ما یکی از نخستین‌ها در زمینه پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی با تاجیکستان روابط دیپلماتی را برقرار نموده است. با شرافت رابطه‌های استواری که ما طی 13 ساله اخیر در بسیار ساحه‌ها برقرار کردیم، مناسبت‌های ما هم در سطح دو جانبه و هم در عرصه بین المللی پیوسته رشد و تحکیم یافته ایستاده است. ما با در نظر داشت تحولات منطقه من بر آن باورم که همکاری و همبستگی بین دولت و مردمان ما باید من بعد نیز تحکیم یافته حفظ کرده شود. قدم‌های استواری که تاجیکستان تحت راهبری شما می‌گذارد ما را وادار می‌نماید تا به آینده مناسبت‌های همکاری کشورهایمان دیدگاه امیدبخش داشته باشیم. ما آماده ایم که با عملی نمودن شورای همکاری میان کشورها که در 20مین سالگرد روابط دیپلماتی تأسیس دادیم، با تلاش‌های مشترک به این روند به منفعت عموم و نیکواحوالی مردمانمان وسعت بخشیم. با استفاده از فرصت به جناب عالی تنصیحاتی و خوشبختی به مردم دوست و برادر تاجیکستان بهبودی و آسودگی آرزومندم.